باید قدردان باشی. من قدردانم. تو هیچ کارت برنده‌ای نداری. تو گل فرو رفتی، مردمت دارن میمیرن، سرباز کم آوردی، خیلی هم به نفعته. اون وقت میای به ما میگی من آتش بس نمیخوام. ببین اگه الان آتش بس روی میز بود میگفتم قبول کن تا تفنگ‌ها خاموش بشن و سربازات کشته نشن. معلومه که میخوام جنگ تموم بشه، اما به شما گفتم ما داری میگی آتش بس نمیخوای. من آتش بس میخوام، چون خیلی سریعتر از هر توافقی عملی میشه. از مردم ما بپرس نظرشون درباره آتش بس چیه. اون یکی زمان من نبود، زمان یه بابایی به اسم بایده بود که خیلی آدم باهوشی نیست. خب رئیس جمهور خودتون بود. زمان اوباما بود که بهتون ملافه میدادن و من بهتون اسلحه دادم تا اون همه تانک رو نابود کنید. اوباما ملافه داد، ترامپ اسلحه. باید بیشتر از این سپاسگزار باشی، چون کارت برنده‌ای پیش ما نداری. بدون ما هیچ کارت برنده‌ای نداری. تو اصلا تو موقعیت خوبی نیستی. خودتو تو موقعیت خیلی بدی گذاشتی. تو کارت برنده‌ای پیش ما نداری. چرا؟ داری قمار میکنی، داری با زندگی میلیون ها نفر بازی میکنی، داری با خطر جنگ جهانی سوم بازی میکنی. کارت بی احترامی به این کشوره، کشوری که ازت حمایت کرده، خیلی بیشتر از مقداری که خیلی ها میگن باید کمک میکرد. یه بار شد تشکر کنی؟ بله بارها، حتی امروز. در تاریخ 28 فوریه 2025 مصادف با 10 اسفند ماه 1403 دیدار میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید برگزار شد که مشاجره تند و بی‌سابقه انجامید. در جریان این دیدار تنش‌ها زمانی اوج گرفت که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که راه صلح از دیپلماسی با روسیه می‌گذرد و اوکراین در تلاش‌های جنگی خود با مشکلات جدی روبرو است. زلنسکی به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت که آمریکا نیز مشکلات خود را تجربه می‌کند و این حرف‌ها را پیشتر از پوتین شنیده است. در این لحظه ترامپ با قطع صحبت زلنسکی با صدای بلند گفت شما در موقعیت خوبی نیستید و کارت‌هایی در دست ندارید. شما با زندگی میلیون‌ها نفر قمار بازی می‌کنید. شما با جنگ جهانی سوم کاری که شما انجام می‌دهید بسیار بی‌احترامی به آمریکا است. این مشاجره منجر به لغو نشست خبری مشترک و عدم امضای توافق مرتبط به مواد معدنی کمیاب شد. زلنسکی نیز کاخ سفید را زودتر ترک کرد. مقامات دولت آمریکا از رفتار ترامپ حمایت کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت متشکرم از رئیس جمهور ایالات متحده برای دفاع از آمریکا به گونه‌ای که هیچ رئیس جمهوری تاکنون جرأت انجام آن را نداشته است. از اینکه آمریکا را در اولویت قرار دادید متشکرم. این تنش‌ها ریشه در اختلافات عمیق بر سر نحوه پایان دادن به جنگ اوکراین روسیه دارد. در حالی که آمریکا به دنبال راه حل دیپلماتیک است، زلنسکی بر ادامه مقاومت تاکید دارد. دیدار اخیر ترامپ و زلنسکی نشان دهنده شکاف‌های عمیق در رویکردهای دو کشور نسبت به بحران اوکراین است. این مشاجره را می‌توان تأثیر گسترده‌ای بر روابط دوجانبه آینده جنگ داشته باشد. ترامپ در این دیدار چند جمله کلیدی گفت که هر کدام لایه‌های عمیقی از معنا و پیام‌های سیاسی در خود دارند. بیایید آنها را یکی یکی تحلیل کنید. شما در موقعیت خوبی نیستید. ترامپ به زلنسکی. این جمله نشان دهنده برتری موقعیت آمریکا نسبت به اوکراین در معاملات جهانی است. از چند زاویه می‌توان آن را بررسی کرد. ضعف نظامی اوکراین. ترامپ با این جمله به این واقعیت اشاره داشت که اوکراین در جنگ با روسیه به شدت آسیب دیده و نمیتواند بدون کمک‌های خارجی دوام بیاورد. قطع احتمالی کمک‌های آمریکا. ترامپ همواره منتقد کمک‌های بی‌قید و شرط به اوکراین بوده است. او به زلنسکی هشدار می‌دهد که اگر آمریکا حمایت خود را کاهش دهد، اوکراین در شرایط بسیار سختی قرار خواهد. فشار برای پذیرش مذاکره. وقتی ترامپ میگوید شما در موقعیت خوبی نیستید، در واقع دارد به زلنسکی میفهماند که اوکراین مجبور است پیشنهادهای صلح را بپذیرد، حتی اگر این پیشنهاد مطابق میلش نباشد. ترامپ با این جمله قدرت و اهرم فشار آمریکا را به رخ کشید و زلنسکی را در موضع ضعف قرار داد.
شما با جنگ جهانی سوم قمار می‌کنید. این جمله معنای بسیار گسترده‌ای دارد و چندین احتمال را در خود جای داده است. احتمال کشیده شدن پای ناتو به جنگ. ترامپ هشدار می‌دهد که ادامه جنگ به ارسال تسلیحات پیشرفته غربی به اوکراین ممکن است روسیه را وادار به حمله به کشورهای ناتو کند که این یعنی آغاز جنگ جهانی سوم. تشدید درگیری‌ها میان قدرت‌های هسته‌ای. جنگ اوکراین دیگر فقط بین روسیه و اوکراین نیست، بلکه یک جنگ نیابتی بین غرب و روسیه محسوب می‌شود. اگر این جنگ از کنترل خارج شود، می‌تواند به رویارویی مستقیم میان آمریکا و روسیه منجر شود. بی‌پروایی زلنسکی در سیاست‌هایش. ترامپ زلنسکی را متهم می‌کند که بیش از حد به ادامه جنگ پافشاری کرده و حاضر به پذیرش یک راه دیپلماتیک نیست که این میتواند عواقب به فاجعه باری داشته باشد. ترامپ میخواهد بگوید سیاست‌های زلنسکی ریسک بالایی دارد و ممکن است دنیا را به یک جنگ گسترده بکشاند. معامله مواد معدنی اوکراین. چه موادی؟ چرا مهمند؟ یکی از موضوعات مهم در این دیدار معامله مواد معدنی کمیاب اوکراین بود که در نهایت امضا نشد. اوکراین منابع بسیار استراتژیکی دارد، از جمله لیتیوم. اوکراین دارای ذخایر عظیم لیتیوم است که برای ساخت باتری‌های الکتریکی، خودروهای برقی و موبایل‌ها ضروری است. این مواد برای اقتصاد آینده بسیار حیاتی محسوب می‌شود. نیکل و کوبالت. این مواد در تولید تجهیزات الکترونیکی و صنعتی کاربرد دارند. اورانیوم. اوکراین یکی از تامین کنندگان اورانیوم برای راکتورهای هسته‌ای است که می‌تواند برای آمریکا و اروپا بسیار مهم باشد. تیتانیوم. این مواد در صنایع فضای هواپیماسازی و غیره کاربرد دارد. چرا آمریکا می‌خواست این مواد را معامله کند؟ رقابت با چین در حال حاضر بر صنعت مواد معدنی کمیاب تسلط دارد. آمریکا می‌خواهد جایگزینی برای وابستگی به چین پیدا کند. محروم کردن روسیه از منابع. اوکراین یکی از تامین کنندگان قدیمی مواد معدنی به روسیه بوده است. اگر آمریکا این مواد معدنی را تصاحب کند، روسیه را از یک منبع کلیدی محروم می‌کند. حمایت اقتصادی از اوکراین. فروش این مواد به آمریکا می‌تواند به اوکراین کمک کند تا منابع مالی بیشتری برای ادامه جنگ داشته باشد. چرا توافق امضا نشد؟ مشاجره شدید بین ترامپ و زلنسکی پس از تنش لفظی نشست خبری مشترک لغو شد و توافقات نهایی شکل نگرفت. اختلاف در قیمت و شرایط. احتمالاً اوکراین خواسته‌های مالی بیشتری داشت که آمریکا حاضر به پذیرش آن نبود. برنده مذاکرات اول ترامپ. آمریکا در موضع برتر باقی ماند. ترامپ نشان داد که اوکراین وابسته به آمریکا است و گزینه زیادی برای مذاکره ندارد. اوکراین مجبور به نرمش شد. زلنسکی ناچار شد با شرایط سخت روبرو شود و احتمالاً در آینده مجبور به پذیرش مذاکرات صلح خواهد شد. پیام به رای دهندگان آمریکایی. ترامپ نشان داد که در برابر زلنسکی نرمش ندارد که این میتواند او را در میان رای دهندگان آمریکایی محبوب تر کند. بازنده مذاکرات زلنسکی. تأخیر دیپلماتیک. خروج زود هنگام از کاخ سفید و لغو نشست خبری نشانه از شکست دیپلماتیک اوکراین است. تشدید انزوای اوکراین. اگر آمریکا کمک‌های خود را کاهش دهد، زلنسکی دیگر توان ادامه جنگ نخواهد داشت. عدم دستیابی به قرارداد اقتصادی. اوکراین به پول حاصل از فروش مواد معدنی نیاز داشت، اما حال این درآمد در دست نیست. برنده جنگ. اگر اوکراین حمایت غرب را از دست بدهد، روسیه برنده خواهد شد. اگر زلنسکی بتواند امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرد، اوکراین میتواند همچنان در بازی باقی بماند. اوکراین از سال 2014 پس از بحران کریمه عملاً به یک مهره شطرنج در بازی میان آمریکا و اسرائیل تبدیل شد. اما سوال اینجاست که آیا این کشور در بازی نقش فعالی دارد یا فقط قربانی است؟ از یک طرف زلنسکی همیشه وانمود کرده که اوکراین یک کشور مستقل و تصمیم گیرنده است، اما واقعیت این است که بقای اوکراین کاملا به کمک‌های غرب وابسته است. اگر امروز آمریکا و اروپا کمک‌های نظامی و مالی خود را قطع کنند، کیف نمی‌تواند حتی چند ماه دیگر به جنگ ادامه دهد.
از طرف دیگر اوکراین با داشتن ذخایر عظیم مواد معدنی یک سرمایه استراتژیک برای غرب است، اما همین منابع می تواند این کشور را به هدف اصلی قدرت‌های بزرگ تبدیل کند. به عبارتی شاید جنگ برای دموکراسی نباشد، بلکه برای لیتیوم، اورانیوم و تیتانیوم باشد. ترامپ رئیس جمهوری که سیاست را بدون فیلتر اجرا می کند. ترامپ همیشه یک سیاستمدار جنجالی بوده است. او برخلاف سیاستمداران سنتی آمریکایی دیپلماسی را کنار می‌گذارد و آنچه را که می‌خواهد مستقیم و بدون پرده بیان می‌کند. او به زلنسکی گفت شما در موقعیت خوبی نیستید. این جمله یعنی اوکراین دیگر مهره مهمی برای آمریکا نیست و نباید زیاد توقع داشته باشد. وقتی هشدار داد که شما با جنگ جهانی سوم قمار می‌کنید، در حقیقت به اروپا و حتی چین پیام داد که این جنگ ممکن است خیلی زودتر از کنترل خارج شود. مهمتر از همه ترامپ عملاً مواد معدنی اوکراین را لغو کرد. این تصمیم می تواند باعث شود که اوکراین به دنبال سرمایه‌گذاران جدیدی مانند چین برود یا حتی مجبور شود برای حفظ منابعش با روسیه مذاکره کند. اگر بخوایم برنده و بازنده را تشخیص دهیم، برنده ترامپ، بازنده زلنسکی، بازنده احتمالی اروپا و نهایتاً برنده ولادیمیر پوتین خواهد. آیا اوکراین دارد خراج می شود؟ با لغو معامله مواد معدنی و کاهش حمایت آمریکا، اوکراین در موقعیت بسیار شکننده قرار گرفته است. از یک طرف ممکن است مجبور شود امتیازات بیشتری به غرب بدهد، از جمله کنترل مواد معدنی استراتژیکی خود. از طرف دیگر اگر آمریکا کمک‌های خود را کاهش دهد، اوکراین ممکن است مجبور شود با روسیه وارد مذاکره شود، حتی اگر این به معنای از دست دادن بخش‌هایی از سرزمینش باشد. به عبارت دیگر اوکراین دارد به یک کالا تبدیل می شود، کشوری که نه به خاطر مردمش بلکه به خاطر مواد معدنی زیرزمینی‌اش ارزش دارد. اگر زلنسکی نتواند راهی برای حفظ استقلال واقعی اوکراین پیدا کند، این کشور در آینده نچندان دور یا مستعمره غرب خواهد شد یا مجبور خواهد شد تحت نفوذ مستقیم روسیه قرار بگیرد. آینده جنگ چه سناریوهایی ممکن است؟ با توجه به این تحولات چند مسیر برای آینده جنگ اوکراین محتمل است. اگر آمریکا کمک‌هایش را کاهش دهد، اوکراین چاره‌ای جز مذاکره با روسیه نخواهد داشت. این مذاکره می‌تواند شامل واگذاری بخشی از مناطق شرقی به روسیه باشد. اگر اروپا حمایت مالی را بر عهده بگیرد، جنگ ممکن است ادامه پیدا کند، اما فشارهای اقتصادی سنگین روی اتحادیه اروپا وارد خواهد شد. اگر چین وارد بازی شود، ممکن است با سرمایه‌گذاری در معادن اوکراین این کشور را از نظر اقتصادی تحت سلطه خود درآورد. این یعنی زلنسکی باید میان نفوذ چین و سازش با روسیه یکی را انتخاب کند. این دیدار نشان داد که دوران چک سفید امضای آمریکا برای اوکراین به پایان رسیده است. ترامپ با حمایت لفظی به زلنسکی این پیام را فرستاد که آمریکا دیگر حاضر نیست هر قیمتی برای حمایت از اوکراین بپردازد. از این به بعد زلنسکی با دو گزینه روبرو است: یا تسلیم شرایط جدید غرب شود و منابع کشورش را به حراج بگذارد، یا به سمت مذاکره با روسیه برود. در هر دو حالت اوکراین دیگر آن کشور مستقلی که زلنسکی ادعا می‌کرد نخواهد بود. آیا اوکراین در نهایت به یک مستعمره اقتصادی تبدیل می شود؟ آیا جنگ به پایان می رسد یا جهان در آستانه درگیری جدیدی قرار دارد؟ تنها زمان می تواند پاسخ دهد، اما چیزی که مشخص است این است که بازی اوکراین دیگر مثل قبل ادامه نخواهد یافت. خیلی متشکرم که اینجای ویدیو همراه من بودید.